به نام خداوندی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. توی این ویدیو میخوام یکی از زیباترین و قویترین تکنیک های هیپنوتیزم رو بهت آموزش بدم که تو با این روش میتونی سوژه ها رو تست کنی و در پایان بهت توضیح میدم که چه شرایطی اگر داشت سوژه تو میتونه سوژه بسیار خوبی برای مراحل بعدی هیپنوتیزم باشه. این کار رو هم با تلقیناتی که الان تو این ویدیو دارم انجام میدم میتونی خودت انجام بدی و متعجب بشی در آخر این چند دقیقه، هم بعد از چندین بار دیدن این ویدیو و تمرین کردنش میتونی برای سوژه های دیگه انجام بدی و قدرت خودت رو به رخشون بکشی و ببینی که ذهن انسان چقدر قدرتمنده در شرایط هیپنوتیزم. برای انجام دادنش اگه الان میخوای با صدای من انجام بدی، کافیه که اگه انگشتر یا حلقه ای توی دستت هست اونو دراری، یه جای راحت بشینی که بتونی دستاتو تکیه بدی. اگه این حالت باشه بهتر، اگر هم نبود دستا به بدن چسبیده، انگشتاتو توی همدیگه قفل کن به صورت که کف دستات از هم فاصله نداشته باشه و به هم چسبیده باشه. اگه روی یک میز بود، روی میز تکیهش بده. حالا به انگشتات نگاه کن و 3 نفس عمیق و آروم بکش و اجازه بده که بدنت کاملا شل و ریلکس بشه. حالا به انگشتات نگاه کن که کمی شاید سفید رنگ شده باشن و محکم اونو کامل به هم فشار بده. تا 10 میشمارم. با هر عددی که میشمارم دستات محکمتر توی هم فشرده میشن، انگشتات توی هم قفل میشن و یادت باشه وقتی من عدد 10 رو بگم تو تلاش میکنی که انگشتاتو باز کنی، اما اونها محکمتر به هم میچسبن. حالا ازت میخوام آروم چشماتو ببندی و فقط به صدای من توجه کنی. 1. انگشتاتو محکم به هم فشار بده. کف دستا رو محکم به هم فشار بده. 2. هر لحظه انگشتات دارن محکمتر و محکمتر به هم میچسبن. 3. تصور کن یه چسب بسیار قوی بدون اینکه به پوستت آسیب برسونه داره در لابلای انگشتات نفوذ میکنه و اونها رو محکم به هم میچسبونه. وقتی عدد 10 رو بگم تو سعی میکنی انگشتاتو باز کنی، اما اونها کاملا محکم به هم چسبیدن. 4. نگران نباش. این تست باعث میشه که تو اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی و بعد از اون با یک دستور ساده انگشتات به راحتی دوباره به حالت طبیعی برمیگردن. 5. محکم و محکمتر میشن. 6. کاملا توی هم فرو رفتن. 7. محکم و محکمتر میشن. محکم و محکمتر. و وقتی من عدد 10 رو گفتم تو به آرومی سعی میکنی انگشتاتو باز کنی، اما اونها نه تنها باز نمیشن بلکه محکمتر در هم فرو میرن. 8. محکم و محکمتر. 9. محکم و محکمتر. دیگه کاملا به هم چسبیدن و تو نمیتونی اونها رو از هم باز کنی چون عضلاتت کاملا خشک شدن و انگشتات به هم چسبیدن. 10. آروم تلاش کن انگشتاتو باز کنی. بهشون نگاه کن، انگار از هم باز نمیشن. عالیه. سعیتو متوقف کن. نگران نباش. حالا یه نفس عمیق بکش. تا 3 میشمرم. انگشتات به راحتی از هم باز میشن. 1. انگشتات دارن شل و ریلکس میشن. شل و رها. و وقتی عدد 3 رو گفتم به آرومی از هم باز میشن. 2. آروم و آرومتر. و 3. حالا انگشتات شل میشن و به راحتی از هم باز میشن. عجله نکن. آروم و آرومتر. به آرومی انگشتاتو از هم باز کن. توی این لحظه بچه ها ممکنه 3 اتفاق برای خودت یا سوژه بیفته. بعضی از سوژه ها که تلقین پذیری خیلی پایینی دارن و در هیپنوتیزم شدن استعداد کمی دارن، ممکنه بلافاصله با گفتن عدد 10 دستاشون رو باز کنن. البته اینها میتونن سوژه هایی باشن که میخوان مقاومت کنن و به تو ثابت کنن که تو نمیتونی هیپنوتیزمشون کنی. بعضی از سوژه ها انگشتاشون به هم میچسبه و وقتی 10 رو میگی اگه زمان زیادی بهش بدی ممکن انگشتاش تا اینجا باز بشه. اما بعضی از سوژه های خوب مثل بعضی از خود شماها کاملا دستتون به هم میچسبه. اگه این اتفاق افتاد نگران نباش و ممکنه بعضی از سوژه ها حتی بعد از اینکه تا 3 شماره میشماری برای باز شدن دستاش همچنان دستش باز نشه
و اصلا نگران نباش. ازش بخواد چند دقیقه نفسهای عمیق و آروم بکشه، دستشو یه تاچ کوچیک بکن و ازش بخواد که انگشتشو باز کنه. این یکی از تست های هیپنوتیزم پذیری افراد بود که ما در کلاس دگر هیپنوتیزم حرفه‌ای کامل آموزش میدیم. این یکی از تکنیک های بسیار ساده این کلاسه که وقتی تو یاد بگیری میتونی به سرعت هر کسی رو که بخوای وارد هیپنوز کنی و دستوراتی به ضمیر ناخودآگاهش بدی تا زندگیشو بهتر کنه. بهترین حال براتون میخوام اگه تستو انجام دادی و موفقیت آمیز بود، دوست دارم بری زیر پستی که در اینستاگرام گذاشتیم نظرتو کامنت کنی و موفقیتتو برامون اونجا اشاره کنی بهش. پست اینستاگراممون هم برای دوستانت حتما ارسال کن.